سلام، حسینی هستم. از سال 99 در بازار ارز دیجیتال فعال هستم و حدود یک سالی میشه که در بازار فارکس ترید طلا کار میکنم. خیلی خوشبختم که اومدیم در کانال گلد دراپ در خدمتون باشیم و مواردی را که اعلام میکنم از این بعد میتونیم توی این کانال ملاحظه بکنیم. همونجوری که میدونی سال 2025 سال فرصت هاست. فرصت در بازارهای ارزهای دیجیتال، طلا و همچنین ایردراپ ها و توکن های هوش مصنوعی. و اما ترند های سال 2025 اولینش میتونیم به میم کوین های هوش مصنوعی که در واقع میتونن یک فرصت یا یک تهدید باشن یا یک ریسک جدید باشن. میم کوین ها همیشه جذابیت زیادی داشتن، اما در سال 2025 میم کوین های مبتنی بر هوش مصنوعی وارد بازار میشن. این کوین ها میتوانند ابزارهای سرمایه گذاری قدرتمندی باشند که با الگوریتم AI تحلیل داده ها رو انجام میدن. اگر به دنبال بازه بالاتر هستید این فرصت رو از دست ندید. بریم بعدی. ایردراپ های هوش مصنوعی، فرصت هایی که واقعا حیف اگر بخوایم اونا رو نادیده بگیریم یا از دست بدیم. ایردراپ ها همیشه جذاب بودن، ولی ایردراپ های هوش مصنوعی در 2025 یک تحول دیگه هستند. این ایردراپ ها با دقت بالاتر و استفاده از تحلیل های داده محور به شما کمک میکنه که توکن مناسب رو دریافت کنید و کمترین ریسک رو داشته باشید. و اما یکی از ترندهای دیگر شبکه سویی و توکن های اون هستش. نسل جدید بلاکچین شبکه سویی با سرعت بالا و مقیاس پذیری پیشرفته یکی از ترندهای بزرگ 2025 به صورت 100% قطعی خواهد. این شبکه با استفاده از زبان برنامه‌نویسی موو توانسته تحولی در تراکنش ها ایجاد کنه. توکن های مربوط به این شبکه به دلیل کارایی بالا مورد توجه سرمایه‌گذاران حتما خواهند بود. یکی دیگر از پروژه های دیگه میتونه پروژه های لایه های 2 و 3 باشه که بهینه‌سازی بلاکچین برای دنیای واقعی هستند. در واقع در سال 2025 این پروژه های لایه های 2 و 3 رشد زیادی خواهند داشت. این پروژه ها به ویژه در بلاکچین اتریوم و بایننس اسمارت چین در حال پیشرفت هستند. با کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تراکنش ها فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاران خواهند بود. و همچنین بازگشت بازار NFT که فرصت جدیدی برای هنرمندان و سرمایه‌گذاران هستش. همونجور که میدونید بازار NFT در سال 2025 داره جون دوباره‌ای میگیره و این بازار NFT در عرصه‌های جدیدی همچون مالکیت دیجیتال، قراردادهای هوشمند کاربرد پیدا خواهند کرد. فرصتی بزرگ برای هنرمندان و سرمایه‌گذاران خواهد بود. و همچنین که مستحضر هستید ورود افراد مشهور به بازارهای ارز دیجیتال، افراد مشهور مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که ارز خودش رو ایجاد کرد و دیدید چه رشدی کرد. و ما در سال 2025 حتما افراد مشهور دیگه رو خواهیم داشت که میان و ارزهای خودشون رو تولید میکنن و به بازار عرضه میکنن. چگونه بیایم از این ترندها استفاده کنیم؟ یک، باید ما از منابع معتبر استفاده کنیم. اطلاعات بروز و معتبر کلید موفقیت هستش. گلد دراپ، کانال گلد دراپ روزانه تحلیل ها و اطلاعات جدیدی در مورد این ترند ها به بازار ارائه خواهد کرد. در دنیای بازار باید تصمیم گیری بسیار سریع و عاقلانه باشد. همیشه آماده باشید که به موقع اقدام کنید و همچنین میباید که ما مدیریت ریسک رو رعایت کنیم. و من حتما در این کانال میام این ترند ها رو معرفی میکنم و به اونها میپردازم و همچنین ایردراپ های تستنت جدیدی که اومده و ایردراپ های معتبری که میتونیم به صورت رایگان پول خیلی خوبی از اون به دست بیاوریم.
و همچنین یک سرمایه‌گذاری جدیدی هستش که خودم در حال انجام اون هستم، مطمئن هستم ازش، ولی میخوام مدت زمان دیگری ازش بگذره که اونو بعد معرفی کنم. و همچنین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم و در سریعترین زمان ممکن بیشترین سود رو کسب کنیم. میزان سود مهم نیست، مهم اینه که ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین رو بتونیم به دست بیاوریم، وگرنه از قافله اخلاق. همونجور که مستحضر هستید در ایران دلار داره وحشتناک بالا میره، پس ما اومدیم اینجا کمک همدیگه کنیم که درآمد دلاری در جمع خودمون داشته باشیم و بتونم کمکی به شما دوستان عزیزم انجام بدم. و همچنین من منتظر انتقادات، پیشنهادات و همچنین هر گونه سوالی دارید من در دایره به شما جواب خواهم داد. با همدیگه بریم در کانال گلد دراپ در سال 2022